سازمان ملل است که تنها مشاوره می‌دهد، حرف می‌زند یا سکوت اختیار می‌کند، اما این شورای امنیت است که تصمیم می‌گیرد، اقدام می‌کند و یا از اقدامی عملی خودداری می‌کند. حق وتو یعنی قدرت تصمیم‌گیری برای دنیا. بنابراین صلح جهانی در دست 5 قدرتی است که از کاسبی نان و آبدار جنگ بیشترین سود را می‌برند. پس تعجبی ندارد که در سال‌های اخیر ایالات متحده فقیرنشین‌ترین محله پاناما سیتی را بمباران کرد و یا عراق را با خاک یکسان نمود. روسیه چچن را به خاطر گناه استقلال‌خواهی با خون و گلوله مجازات کرد. فرانسه جنوب اقیانوس آرام را با آزمایش‌های هسته‌ای آلوده کرد و مواردی از این است. ایالات متحده حمله به پاناما و تهاجم به عراق را به عنوان فرصتی برای آزمایش اسباب بازی‌های جدیدش پنداشت و نمایشگاه جهانی برای آخرین سلاح‌های موجود در بازار برای مشتریان خود برپا کرد. به ازای هر دلاری که سازمان ملل صرف می‌کند، جهان $2000 صرف حفظ جنگ می‌کند و در این مراسم قربانی شکار و شکارچی همجنسند و برنده کسی است که تعداد بیشتری از برادرانش را بکشد. نیمی از 35,000 سلاح هسته‌ای موجود در جهان در اختیار ایالات متحده امریکاست و بقیه در اختیار روسیه و سایر قدرت‌ها. صاحبان انحصاری این سلاح از اینکه هر کشوری دیگری را به قدرت اتمی نائل شود فریادشان به آسمان بلند می‌شود و این فریاد اعتراض در حالی است که آنها در مذمت و تقبیح خطر چنین سلاحی برای جهان کم نمی‌آورند. اکنون که ایالات متحده و روسیه دوران جنگ سرد را گذرانده و دست در دست هم دارند، این ذراتخانه عظیم اتمی برای چیست؟ هر جنگی مشکل یافتن دشمن را دارد. جنگ بدون تهدید و تعرض چطور میتواند قانع کننده باشد؟ هنگامی که امپراتوری شرارت، لقب شوروی بین دولتمردان آمریکا سرنگون شد، پنتاگون و تجار اسلحه خود را در تنگنا یافتند. نیاز جدی به دشمن رخ نشان داد. ماشین هالیوود به کار افتاد تا دشمنانی را در بیرون جو و روای کهکشان‌ها از مریخی‌های درنده، خزندگان و بیگانگان سوسک آسا تولید کند. در این میان صدام حسین که در دهه 1980 پسر خوبی بود، در دهه 90 از بد هم بدتر شد. جهان مکان خطرناکی است. این دکترین بوش پدر در 1991 سال‌هاست که توجیه کننده بالاترین بودجه جنگی بر روی زمین است که به طور اسرارآمیزی بودجه دفاعی نامیده می شود. این نام همچنان یک معماست، زیرا از سال 1812 که انگلیسی‌ها واشنگتن را آتش زدند تا کنون به ایالات متحده حمله نشده و هیچ دشمنی از مرزهای آن کشور عبور نکرده است.